контр ҳуҷум. دقیقه 90 بازی و حساب 2-1 بر نفع مهمانان. داور марчиниак 5 دقیقه اضافه کرد. شما بخیر. Polsat پلاس ارنا، شهر گدانسک، جمهوری لهستان. و من ریزو هستم. این بار اول میشود که با لیگای بهترین این کشور که نام دارد اکستراکلاسا مهمان میشوم. تقریبا 2 سال پیش فینال لیگ اروپا ماست در همین میدان گذشته بود و من بار اول میشود که با این میدانی سطح بین المللی که در شهر گدانسک قرار دارد میروم و خاطررسانی میکنم که 9 ماه پیش بود که من محض با این شهر کوچیدم و بار هم با اکستراکلاسا رفتگی نبودم. برای همین من شما رو با خود همراه با این لیگ عالی لهستان میبرم و دسته‌ای که در اینجا بازی میکند نام دارد لخی گدانسک و آنها در آخرین مکان جدول قرار دارند و بازی هم خیلی هم باید شوق‌آور باید باشد. آغاز میکنیم. این قسمی میدانی Polsat پلاس ارنا است و من حالا باشد شما را با این میدان آشنا میکنم. واو. خیلی هم زیبا. ولی نمیدونم که در کجا است جایی که من گرفته بودم و بیاید با میدان آشنا میشویم. خود جلب میکند و خیلی هم میدانی کلان است. من نمیدونم که امروز تا کجا آن پر میشود چون که آن دمان میگویند که آنقدر تماشابین زیاد ندارد این لیگای لهستان. خوب، حالا فوتبالبازان الکی با میدان برآمدند تا که تمرین کنند و آماده شوند با بازی، خودشان را گرم کنند و بعد از 30 دقیقه الکی که بازی آغاز خواهد شد و میدان آنقدر مخلص زیاد را تا حال به خود جلب نکرده است و خبردار شدیم که همگی 5000 چیپته با فروش رفته است و خلاص. و نمیدونم که تا کجا امروز پر میشود این میدان، ولی شوق‌آور تافته ایستاده است. بیاید با شما مکانی ایستاده‌ام را نشان دهم و اینجا 120 است و من در 121 هستم و خیلی نزدیک است با مرکز میدان. اکنون با ورزشگاه داخل شدیم ولی شما گفتم میتونید که هی ریزو چرا تا حاضر نام‌های دسته‌ها را نگفتی؟ خب نام‌های دسته‌ها این لخی گدانسک و ستالتس میلتس نمیگونه دسته است که آنقدر مشهور نیست. نامی پورش را در اینجا میگذارم و در جای 17 قرار دارد و لخی گدانسک که شهری که من زندگی میکنم در جای 18 قرار دارند. یعنی دسته‌های آخرین مکان امروز رقابت میکنند. امیدوار هستم که این دسته لخی گدانسک این سال در اکستراکلاسا خواهد ماند و سالهای آینده نیست و تماشای این لیگ عالی لهستان میآید. وگرنه چی لازم دیگر آمدن در جایی قدر میدان پرحشمت ولی دسته خوب نباشد کار خوب نیست و شهر هم زیباست ولی دسته فوتبالیشان اونقدر خوب نیست. این خوب است که با زبان تاجیکی صحبت کرده ایستادم. اگر این مخلصان فهمد من رو میرانن از اینجا که دسته ما رو اینگونه نگفتن. بله اگر که شما در خاطر داشته باشید سالهای گذشته من برنامه داشتم که نام داشت ورزشگاه و در این برنامه میگونه ورزشگاه‌های بزرگی لهستان و تاجیکستان حتی میرفتم رو با نوار میگرفتم و با صفحه یوتیوب میگذاشتم. مثلا با دسته خوجند دسته پسندیده ترین من که نام دارد خوجند شهر خوجند از تاجیکستان با یک بازیش تماشا رفته بودم که در لیگ آسیا برای لیگ آسیا رفتن بازی میکردن با یک دسته ازبکستانی که در همین صفحه یوتیوب هم هست و اون که بر مقابل انگلستان لهستان بر مقابل بلژیک بازی بود که تماشا رفته بودم و شما نوارها رو میتوانید در این صفحه ببینید. خلاصه اینکه نقشه دارم که با همین گونه میدان ها رفته
ҳамин гуна наворҳоро зиёдтар кунам дар оянда ва умедворам ҳастам. ва кани бибинем ки имрӯз чӣ гуна бозӣ амалӣ мегардаду чӣ тавр ин мухлисон мухлисӣ мекунанд. Partnerem klubu jest firma Waqt, partnerem motoryzacyjnym Gdańsk jest firma Gdańska na Skowalne, a sponsorem klubu jest również RDBet. Partnerem dzisiejszego meczu jest дар майдони народовиам як бор имтиҳон карда будам, вале ин беҳтар. Numerem 8 kapitan zespołu Капит! dziewiątka мухлисон қариб ки омаданд ва баъд аз 5 дақиқа бозӣ оғоз мегардад. ва дар он тараф мухлисони аз ҳама ашадӣ ҳастанд. ва дар ин тараф одамони оддӣ ба мисли ман. وقتی خاموشی برای این شخص نمیدونم موسیقی شده خوب دقیقه اولی بازی است و ضربه اولی کنجی ولی مخلصان اون طرف بسیارتر فعال هستند نظر با مخلصان این طرف و میبینیم که ضربه کنجی با کجا انجام می‌یابد. بد نه. خوب دقیقه 11 بازی است و حساب 0-0. میخوام با مکانی مخلصان اشدی روم چون که اون طرف کمی تو رو ذکر میکند کسی دلخوش نیست و مخلصی نمیکند. بر 0 در دقیقه 13 بازی رقم 9 ووینیک گل را به ثمر رساند. حالا وار یک بار دیگر این گل را سنجیده ایستاده است و شاید که آن را انکار کند. اوه نه گل نه یک بار این شیمون مارچینیاک است، همون
доваре ки финали ҷоми ҷаҳонро фаронса ва аргентинаро доварӣ карда буд ва ин довари лаҳистонӣ аст ва имрӯз маҳз дар ҳамин бозӣ Марчиниак доварӣ дорад ва инро ман нав дидам. голи дуюмро ба самар расониданд ва ҳисоб 2-0 аст. қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 2-0 ба нафъи меҳмонон хотима ёфт ва баъд аз 15 дақиқа ба қисми дуюми бозӣ бармегардем. Mieliśmy zmianę w zespole gości. Boisko opuścił Łukasz Wolszczyński, a w jego miejsce z numerem 7 Jan Dawid Bołga. ҳамагӣ 7501 мухлис омадааст. Yes! ҳисоб 2-0. дар дақиқаи 75 рақами 89 Томаш Бепшек гол ба самар расонид ба ҳисоб 2-1. Бепшек! Бепшек! дақиқаи 90 бозӣ ва ҳисоб 2-1 бар нафъи меҳмонон. довар Марчиниак 5 дақиқа илова кард. бале алака ҳисоб 2-2 дар дақиқаҳои охир лигаи Gdańsk гол ба самар расонид. ба фикрам ин футболбоз 2 гол ба самар расонид. ин аллакай дубл аст. контрҳуҷум. Vale! Se Bardu! Bozî xela jolî! Vale, daqiqaҳои охир хеле ҳам гарм буданд. Se Bardu! Tomash! Tomash! Хело ҷолиб, хело ҷолиб. Бале, дақиқаҳои охирам хеле ҳам гарм карданд ва бароси бовар надоштам ки ин қадар бозӣ ҷолиб аст.
این دو دسته بودن که در آخر جدول بودن و با فکرم که حالا لخیای گدانسک با جای 15 می رود نظر به 18. بله حساب 3-2 دسته مهمان مغلوب شد و اکنون ما هم آهسته آهسته به خانه می رویم. سپاس که این نوار را تا آخر تماشا کرده و تا نوارهای دیگر خیر.